بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت یکایک شما دوستای بی نهایت گرامی. آرزو میکنم جور و صحتمند و سلامت باشید. زینب هستم. شما را در کانال بیست انگلیش آنلاین ویز زینب خوش آمدید میگویم. در این کانال شما انگلیسی را از صفر تا سطح خوب به شکل ساده و قابل فهم یاد میگیرید. در این ویدیو من 40 جمله بسیار پرکاربرد انگلیسی را برایتان آماده کردم که در مکالمات روزمره خیلی به دردتان میخورد. این جملات طور انتخاب شده که شما بتوانید راحت تر صحبت کنید، بهتر بفهمید و اعتماد به نفستان را در انگلیسی بهتر کنید. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و فراموش نکنید که ویدیو را لایک کنید، نظر خود را بنویسید و کانال را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهید. خب بریم شروع کنیم. The water is cold. The water is cold. آب سرد است. Cold یعنی سرد. The light is broken. The light is broken. چراغ خراب است. Light، کلمه light GH وسطش خوانده نمیشه. Broken یعنی خراب. دوستا broken شکل سوم فعل break است. فعل break یعنی شکستن. فعل break از جمله افعال بی‌قاعده است. افعال بی‌قاعده افعال است که برخلاف افعال با قاعده از قوانین ایدی پیروی نمی کند. اما فعل break که ما داریم شکل حالش break، شکل گذشتهش broke، شکل حالت سوم یا اسم مفعولش broken. این بودم یک توضیح کوتاه در مورد فعل broken. امیدوارم که چیزی فهمیده باشید. Clean the room. Clean the room. اتاق را تمیز کن. Clean یعنی تمیز کردن. Room یعنی اتاق. Help each other. Help each other. به همدیگر کمک کنید. Spend time together. Spend time together. با هم وقت بگذران. Visit your family. Visit your family. خانوادت را ببین. Call your friend. Call your friend. و دوستانت زنگ بزن. Stay in touch. Stay in touch. در تماس باش. Let's be friends. Let's be friends. دوست شویم. Nice to meet you. Nice to meet you. از دیدنت خوشحالم. Introduce yourself. Introduce yourself. خودت را معرفی کن. Yourself خودت. Talk to people. Talk to people. با مردم صحبت کن. Make friends. Make friends. دوست پیدا کن. The room is quiet. The room is quiet. اتاق آرام است. Quiet یعنی آرام. The room is noisy. The room is noisy. اتاق سر و صدا است. Noisy یعنی سر و صدا. I don't like this place. I don't like this place. اینجا را دوست ندارم. I like this place. I like this place. اینجا را دوست دارم. Let's stay here. Let's stay here. اینجا بمانیم. Respect your neighbors. Respect your neighbors. به همسایه هایت احترام بگذار. Be friendly. Be friendly. دوستانه رفتار کن. Understand people. Understand people. مردم را درک کن. Understand یعنی درک کردن، فهمیدن. Listen to other. Listen to other. و دیگران گوش بده. Listen گوش دادن. Other دیگران. Share your ideas. Share your ideas. ایده هایت را شریک کن. Offer help. Offer help. کمک پیشنهاد بده. Offer یعنی پیشنهاد. Help هم کمک. Be helpful. Be helpful. مفید باش. کمک کننده باش. Smile at people.
Smile at people. Be responsible. Be responsible. مسئولیت پذیر باش. Keep your word. Keep your word. به حرفت عمل کن. Respect your time. Respect your time. به وقتت احترام بگذار. That's wrong. That's wrong. اشتباه است. That's right. That's right. درست است. Open the door. Open the door. دروازه را باز کن. Stay disciplined. Stay disciplined. منظم بمان. Follow the rules. Follow the rules. Follow دنبال کردن. Rules قوانین. قوانین را رعایت کن یا قوانین را دنبال کن. Be honest always. Be honest always. همیشه صادق باش. Do your best. Do your best. بهترینت را انجام بدی. best بهترین. Think positive. Think positive. مثبت فکر کن. Life is good. Life is good. Life زندگی. is good. زندگی خوب است. Take a seat. بنشین. Take a seat. Stand here. Stand here. اینجا ایستاده شو. Come closer. Come closer. نزدیکتر بیا. Congratulations. Congratulations. تبریک باشد. Welcome. Welcome. خوش آمدید. Excuse me. Excuse me. ببخشید. I am sorry. I am sorry. متاسفم. No worries. No worries. مشکلی نیست. See you soon. See you soon. و زودی میبینمت. See you tomorrow. See you tomorrow. فردا میبینمت. Take it easy. Take it easy. آسان بگیر. راحت باش. Have fun. Have fun. خوش بگذره. Stay safe. Stay safe. در امان باشد. Enjoy your time. Enjoy your time. از وقتت لذت ببر. Smile more. Smile more. بیشتر لبخند بزن. Laugh loudly. Laugh loudly. لبخندیدن. Loudly بلندتر. بلندتر بخند. با صدای بلند بخند. Be happy. Be happy. خوشحال باش. Stay positive. Stay positive. مثبت بمان. Avoid distraction. Avoid distraction. از حواس پرتی دوری کن. Avoid یعنی دوری کردن، اجتناب کردن. Distraction حواس پرتی. خب دوستا، اگر تا اینجا این ویدیو برایتان مفید بود حتما کامنت بگذارید. اگر پیشنهادی دارید بگویید. من همیشه آموزش ها را بر اساس نیازها و بر اساس آن چیزی که به شما کمک میکند میسازم و همین خاطر است که میگویم نظر بدین، چون نظرهای شما تعیین کننده است در آموزش های بعدی. خیلی خوشحال شدم که با این آموزش در خدمت شما بودم. تا آموزش بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.